با سلام و درود خدمت یک و یک دوستا بینندگان و دنبال کنندگان محترم چینل جاغو ریویو. امیدوار هستیم که در هر جای هستین و از هر جای بیننده ویدیوهای ما هستین خوش صحتمند در کنار فامیل و خانواده محترمتان باشید. فرا رسیدن ایام محرم حسینی را به پیشگاه آقا امام الزمان و تمام شیعیان سراسر جهان، بالخصوص شیعیان افغانستان و مردم شریف جاغوری تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. بینندگان محترم، همان قسمی که در ویدیو شما مشاهدین، امروز امشب شب ششم محرم الحرام است. آمدیم در منطقه اصالی، در قریه اصالی منطقه شغله. دیگه میخواییم رسم و رواج و عنعنات فرهنگی که مردم چه قسم عزاداری میگره، دیگه چه قسم نظر نظرات مونه، میخواییم از نزدیک به تصویر بکشیم. دیگه از سینه زنی، از سخنرانی و از همه چیز از این میخواییم بیشتر تصویر بکشیم. امیدوار هستم تا آخر بیننده ویدیو باشید. تشکر. این انسان زندگیشان ناقص است. اولش وفا است. وفا قید و شرط ندارد. با هر که انسان تعهد بست باید با تعهداتش عمل بکند، چه کافر باشد و چه مسلمان. لذا امام صادق می‌فرماید اولین چیز که در زندگیشان نباشد، وفا نباشد، زندگیشان ناقص است. دوم حیا است. کسی که حیا ندارد دین ندارد. امام صادق می‌فرماید اگر کسی در زندگی، دومین چیزی که در زندگیشان نباشد زندگیشان ناقص است، حیا است. اگر خدای نکرده پرده حیا دریده شد، دیگر احترام متقابل از بین می رود. دیگر پسر به پدر احترام نمی گذارد، زن به شوهر احترام نمی گذارد. اگر خدای نکرده پرده حیا دریده شد. حور که عاقبت بخیر شد دلیلشان چی بود؟ یکی از دلیلی که حور عاقبت بخیر شد به خاطر این بود که حور حیا داشت. وقت امام حسین گفت سکرت که امک یا حور، آی حور مادرت در عزایت بنشیند، اما حور حیا کرد، چیزی نگفت در مقابل امام حسین. بعد از آن که سوال کرد گفت حسین مادر تو فاطمه زهرا است، من حیا کردم، چیزی نگفت. این حیا باعث شد که حور عاقبت بخیر بشود، نجات پیدا بکند از این دانشگاه امام حسین علیه السلام. سومین چیزی که امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر در زندگیشان نباشد زندگیشان ناقص است، حسن الخلق است، اخلاق نیکو است. کسانی که اخلاق نیک دارد، برخورد خوب دارد با خانواده، با همسایه، با اجتماع. لذا امام صادق می‌فرماید اگر کسی بد اخلاق باشد، حسن خلق نداشته باشد، گروه سوم زندگیشان ناقص است. چهارمش تدبیر است. حدیث از کسی که تدبیر ندارد مال ندارد. انسانی که تدبیر ندارد در زندگیشان دچار حرج و مرج می شود. برنامه ندارد در زندگیشان. ممکن است مال و ثروت را که زحمت می کشد. ساقی حرم عباس کندرد مرا درمان، ساقی حرم عباس کندرد مرا درمان. ساقی حرم
درد مرا درمان ساقی حرم عباس کن درد مرا درمان ساقی درمان ساقی حرم عباس کن درد مرا درمان ساقی حرم عباس کن درد مرا درمان ساقی حرم مرا درمان بهر چه وفا کن بهر چه وفا کن افتادن رای تو چون کر سب کر در خیمه برم عباس بهر چه وفا در خیمه برم عباس ساقی حرم عباس کن درد مرا درمان ساقی حرم کن درد مرا درمان در راه رضای توست در راه رضای توست دست و سر جان دادی در سیره مهدی را یاد همگان دادی در راه رضای توست دست و سر جان دادی در سیره مردی را یادی همگان دادی ساقی حرم مرا درمان در خیمه بود باران از آن پریشانم دید به تو وجه سالان رسول حرم عباس بود تو برادر جان سردار سپاه من اینک شدم تنها ای پشت و پناه من ساقی حرم عباس کن درد مرا درمان ساقی حرم عباس کن درد مرا درمان بهر چه وفا کن افتادن رای تو چون پیکر صد کرد در خیمه برم عباس بهر چه وفا کن افتادن رای تو چون پیکر صد کرد در خیمه برم عباس ساقی عباس کن درد مرا
باز کن درد مرا درمان در راه رضای توست دست و سر و جان دادی در سیره مردی را یادی همگان دادی در راه رضای توست دست و سر و جان دادی در سیره مردی را یادی همگان دادی ساقی حرم کن درد مرا درمان در خیمه بود نالان از حال پریشانم بده به تو بچه سالان رو سوی حرم عباس بوده تو برادر جان سردار سپاه من اینک شدم تنها ای پشت و پناه من ساقی حرم عباس کن درد مرا درمان ساقی حرم عباس کن درد مرا درمان در محمد در روی پاک محمد صلوات یا حسن یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین حسن 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 یا
العجل الاکرم. حوایج مشروعیتان را مد نظر گرفته در این شبهای با عظمت در این مکان مقدس در مراتب از صمیم قلب فریاد بزن بگو یا الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاتر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا أنت قديم ذو الإحسان بحق الحسين بحق 9 المعصومين من أولاد الحسين. پروردگارا کریم و رحیم و مهربان یا الله، این دستهای گناهکار خود را به درگاه تو بلند کردیم. خدایا این دستها را ناامید بر مگردان. پروردگار یا الله، این قدمهایی که در این شبها و روزها برای عزاداری امام حسین رنجیده می شود، خدای این قدمها را بر آتش جهنم حرام بگردان. پروردگار یا الله، این عزاداری غریبانه ما را موردی تأیید و امضای سرورمان آقا امام زمانمان قرار بده. قلب نازنین و مقدس آقا امام زمانمان را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگار یا الله، اموات و گذشتگان همه اهل ایمان، اموات و گذشتگان این جمع، اموات و گذشتگان این